10 خواننده ایرانی که شهرت بین المللی دارند. سلام به همگی. در این ویدیو شما رو با خواننده های ایرانی آشنا می‌کنیم که نام خودشون رو در جهان مطرح کردند. نفر اول لیستمون مرحوم محمد رضا شجریان، ملقب به خسرو آواز ایران، البته به ایشون شهریار آواز ایران هم میگن. آقای شجریان نه تنها یک خواننده بین المللیه بلکه یک چهره بین المللی هم هستند. ایشون خواننده موسیقی سنتی، ترانه‌نویس و در مجموع یک استاد به تمام معنای که مظهر موسیقی سنتی ایران هم در دنیا محسوب میشه. نفر بعدی شاه ماهی موسیقی ایران خانم گوگوش هستند. فائقه آتشین با نام هنری گوگوش. البته ایشون تنها خواننده نیستن و بازیگر هم هستن، یعنی بودن در گذشته، الان دیگه فیلم بازی نمی‌کنن. خانم گوگوش یکی دیگه از خواننده های مطرح ایرانیه که شهرت جهانی داره. گوگوش علاوه بر زبان فارسی برخی آثارش رو به زبان آذری، ترکی، اسپانیایی، انگلیسی و فرانسوی هم خونده و با استقبال بی‌نظیری هم روبرو شده. نفر بعدی داریوش اقبالیه. داریوش هم علاوه بر این که یه خواننده بین المللیه، تو زمینه بازیگری هم فعالیت داشته. داریوش متولد بهمن 1329 در تهرانه. داریوش تا الان بیش از 208 ترانه خونده. دلیل شهرت داریوش صدای خاص اونه و آهنگ‌های غمگینی که میخونه. داریوش مدت طولانی هم درگیر اعتیاد بوده و خوشبختانه بیش از 20 ساله که موفق به ترک اون شده. نفر بعدی یه خواننده بسیار معروف و محبوب بین ایرانی هاست که ایشون هم شهرت جهانی دارن. ایشون بردن نامشون رو در یوتیوب ممنوع اعلام کردن، ولی بخوایم یه نشونی ازشون بگیم، خواننده ترانه معروف صبحت بخیر عزیزمه. اگه متوجه اسم ایشون شدین حتما تو کامنت ها برامون بنویسین. میرسیم به نام بانو هایده. بله، معصومه دد بالا با نام هنری هایده، معروف به بانوی آواز ایران. ایشون متولد فروردین 1321 در تهرانن. اگه نگیم بهترین، ولی قطعا یکی از بهترین خواننده های ایرانیه و البته محبوب ترین بین نسل های مختلف واقعا. هایده فقط چند ساعت بعد از کنسرت سان فرانسیسکوش به علت حمله قلبی فوت میکنه. ابی، ابراهیم حامدی که با نام ابی شناخته شده، معروف به آقای صدا. آقای ابی هم یکی از محبوب ترین خواننده های ایرانی که شهرت جهانی داره. متولد خرداد 1328 در تهرانه. بعضیا ابی رو حتی بهترین خواننده پاپ ایرانی هم میدونن. ابی جوایز متفاوتی هم برده که برای نمونه به جایزه مستر آف وایس در سال 1393 برای ترانه خلیج فارسشون میشه اشاره کرد. نفر بعد شادمهر عقیلی. شادمهر یکی از محبوب ترین خواننده ها بین نسل جوان ایرانیه. شادمهر علاوه بر خوانندگی، ترانه نویس، ترانه ساز و نوازنده بسیار مشهوریه. شادمهر در نواختن پیانو، گیتار، ویولون، ترومپت و چند تا ساز دیگه مهارت داره و ترانه‌های زیادی رو هم برای دیگران ساخته. مرحوم فرهاد مهراد. فرهاد علاوه بر خوانندگی در ترانه نویسی، نواختن گیتار و پیانو شهرت زیادی داشت و به سبک پاپ راک و فولک هم آواز میخوند. فرهاد اولین ایرانی بود که تونست با یک گیتار یک تصنیف به سبک وسترن رو اجرا کنه. لیلا فروهر. لیلا هم تو سبک پاپ و کلاسیک فعالیت میکنه. لیلا خوانندگی رو در 14 سالگی آغاز کرده و همچنین از کودکیش در بازیگری هم فعالیت داشته.
لیلا اولین خواننده ایرانیه که تونسته در دبی، تاجیکستان و ژاپن کنسرت اجرا کنه. خانم فروهر در ارمنستان، تاجیکستان و افغانستان هم از شهرت و محبوبیت برخورداره. یکی از پرفروشترین آلبوم‌های لیلا فروهر آلبوم سیاره هارمونیه که در اون ترانه‌هایی به زبان‌های انگلیسی، یونانی، ایتالیایی، عربی، ارمنی، افغانی و ترکی و کردی هم اجرا کرده. نفر بعد آرش لباف. آرش هم جز خواننده‌های بین‌المللی ایرانیه. آرش متولد سال 1356 در تهرانه که در 10 سالگیش به همراه خانواده‌اش به سوئد مهاجرت میکنن. آرش بعد از صعود تیم ملی ایران در جام جهانی سال 2006 ترانه‌ای را منتشر کرد که با استقبال بی‌نظیری از طرف ایرانی‌ها مواجه شد و همچنین این ترانه به خاطر ریتمش در جهان مشهور شد و شهرت بین‌المللی پیدا کرد. شما طرفدار کدوم یکی از این 10 تا خواننده بودید؟ حتما برامون کامنت کنید.